تعلمون. ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال و با درود و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که عبادات و طاعاتتان و بخصوص عبادت روزه های تاسوعا و عاشورا مورد درگاه حق تعالی قرار واقع شده باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه نیز از محضر جناب استاد گرامی مولانا عبدالقدوس دهقان بهره مند شویم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم و بفرمایید. منم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. خواهش میکنم جناب شیخ اگر از سوالهای بینندگان که از طریق SMS و پیامگیر برنامه فرستادن آغاز بکنیم. اولین بیننده سوالشان این است که من 5 سال پیش گوسفند نذر کردم اما پول نداشتم که بخرم. الان میخوام بخرم، آیا باید گوسفندی هر اندازه باشد بخرم یا اینکه هر سال که گذشته رفته بالا باید گوسفند هم سنگینیش بیشتر باشد؟ آیا این کار به چه صورت باید باشد؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد نذر این مطلب رو من عرض بکنم که نذر کردن اساساً یک کار مکروهی هست و نامناسب، بدین معنی که انسان نباید منتظر باشد و صبر بکند که به مرحله نذر کردن برسد که نذر بکند که اگر فلان کار من فلان حاجت من روا بشود نذر بکند که فلان عبادت رو و فلان کار رو برای خداوند متعال انجام بدهد. انسان مسلمان باید پیش دستی بکند، همیشه آنچنان پایبند احکام دین باشد، پایبند دستورات قرآن و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد که اگر موردی پیش آمد و در تنگنایی قرار گرفت به جای این که نذر بکند که در آینده چنین کاری رو انجام بدهد توسل به اعمال صالحش بکند و بگوید پروردگارا من فلان کار را به خاطر تو و به خاطر رضای تو انجام دادم، به خاطر اون اخلاصی که من داشتم، به خاطر اون عملی که من فقط و فقط به خاطر رضای تو انجام دادن فلان مشکل مرا حل بکن. پس بنابراین صبر کردن تا این که انسان در تنگنا گیر بکند و دچار مشکلی بشود بعد از این نذر بکند که اگر مشکلم حل شد من فلان عبادت را انجام میدهم، این کار شایسته نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه فرمودند که انما یستخرج به من البخیل. این نذر کردن یک روشی هست، راهکاری هست برای اینکه از یک انسان بخیل چیزی رو بیرون بکشند. یعنی این که انسان نه صدقه‌ای رو بدهد نه عبادت مضاعف و نفلی رو انجام بدهد مگر اینکه در تنگنا گیر بکند. به این تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که میفرمایند که با نذر از انسان‌های بخیل چیزی رو بیرون میکشند. تا زمانی که دچار مشکل نشدند حاضر نیستند چیزی رو صدقه بدهند یا کاری خیری رو انجام بدن. این به صورت مبدئی هست و اساسی که نذر کردن حکم اصلیش کراهت هست، یعنی تا زمانی که انسان دچار تنگنا نشده کار خیر رو انجام نمیدهد، بعد این به خاطر حل شدن مشکل خودش میاد و یک نذری رو انجام میدهد. یعنی اینگاه یه نوع شرط هم میذاره که اگر این کار شد من عبادت انجام میدم. و اولاتر و بهتر این است که انسان در طول زندگیش کارهای خیری رو انجام بدهد، کارهای خالصانه برای الله متعال باشند که در هنگام گرفتاری توسل به اون اعمال خیرش بکند. مانند حدیث معروفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در زمانهای گذشته چند نفر رفتند به یک راهی و در مسیر راه باران گرفت و مجبور شدند داخل غاری بروند و در اثر طوفان دهانه غار در واقع بسته شد، یک صخره غلطید و دهانه غار را گرفت. در اونجا چند نفری که اونجا بودند به اعمال خودشون توسل کرده بودند. یکی از اونها گفت که پروردگار من برای من بستر گناه فراهم شده بود اما من به خاطر تو این گناه را انجام ندادم. الله متعال یک قسمتی از اون دهانه غار باز شد و چند نفر دیگر هر یکی اون اعمال صالحی رو که انجام داده بودند اون رو در واقع مطرح کردند و به اون توسل کردند و نهایتا الله متعال اونها رو از اون تنگنا و از اون مهلکه در واقع نجات داد. پس بنابراین انسان باید همیشه در فکر این باشد که
اعمال خیر و صالحی را از طرف خودش بدون مناسبت انجام بدهد تا اینکه در هنگام گرفتاری بتواند به اون اعمالش توسل بکند. اما بعد از این که انسان نذری رو انجام داد، از نظر شرعی وفای به نذر واجب هست. این کاری که نذر کرده قبل از اینکه نذر بکند بر زبان خودش جاری بکند چیزی بر اون لازم نبوده، واجب هم نبوده. اما زمانی که یک امری رو نذر کرد و بر زبان خودش جاری کرد و یک تعهد و پیمانی رو با پروردگار خودش بست، از این به بعد مجبور هست و واجب هست بر اون که این عمل رو که نذر کرده، اگر نذر خیری هست و نذر عمل صالحی هست، اون رو در واقع انجام بدهد. خداوند متعال در واقع می‌ستاید اون مسلمانانی رو که به نذر خودشون وفا میکنن، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. این در واقع توصیف حال اون کسانی هست که وقتی که نذری کردند پایبند نذر خودشون خواهند بود. و از نظر شرعی همون نذری رو که ایشون کردن به همون مقدار و به همون کیفیتی که بوده همون هست، اضافه نمی شود. اگر در نذری که یک شخصی نذری کرده، به طور مثال مانند این که بیننده من فرمودند که نذر کرده گوسفندی رو ذبح بکند اما نتوانسته، چندین سال به طول 5 سال هم که گذشته باشه، این گناه دیگری برگردنش نیست. به هر زمانی که ایشون در واقع وضعیت مالیشون مناسب باشه بتونن اون نذر رو انجام بدن، کفایت میکنه که یک گوسفندی رو بگیرند و در واقع ذبح بکنند. این نذرشون به این گونه ادا میشه. لازم نیست که چند تا گوسفند باشند یا یک شرایط خاصی در اون گوسفند باشه. زمانی که نذر ایشون یک نذر مطلقی بوده بدون شرایطی، پس بنابراین همون که یک گوسفندی رو بگیرند و ذبح بکنند این کفایت میکنه و لازم نیست که چندین گوسفند رو ذبح بکنند یا اینکه گوسفندی با شرایط و ویژگی خاصی رو در نظر بگیرند. منتها اگر کسی اومدیم فرض بکنیم که یک فردی نذر کرده بود و نتونسته بود که نذرش انجام بده و الان هم برایش میسر نیست که نذری رو که کرده اون نذر رو انجام بده، در این زمینه روایتی هست حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه روایت کرده که کفاره النذر کفاره الیمین، کفاره نذر یعنی کسی که نذری کرده و نذری انجام نداده دقیقاً همون کفاره یمین هست. و این روایت در سنن و صحاح مانند سنن نسائی و بقیه کتاب‌ها اومده که کفاره نذر همون کفاره یمین هست. یعنی این که اگر کسی نذری کرده بود و نذرش رو انجام نداده بود، مانند این است که قسم خورده باشه و حانث شده باشد و کفارش همون کفاره قسم هست. یا 10 مسکین رو غذا بدهد یا لباس بدهد یا اینکه بردی رو آزاد بکند. این 3 مورد اگر نتوانست 3 روز به جای آن روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده در مورد وام هست و سالشون هم به این صورت که آیا وام گرفتن با کارمزد 2% برای خرید خانه حرام است یا حلال؟ ربا همون گونه که در آیات قرآن آمده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، یکی از بزرگترین گناهان و در حساب و شمارش گناهان کبیره هست. و ربا فرق نمی کند که این ربا درصدش چه اندازه باشد، درصد بالایی باشد یا 2% کمتر باشد، حتی ولو اینکه 0.5% باشد. هر چیزی درصدی که اضافه از اون مبلغی که یک فردی دریافت کرده اگر بخواد اضافه از اون مبلغ چیزی رو دوباره بپردازد در باز پرداختش، این در واقع همون مفهوم ربا بر این صادق میاد و این کار یک کار حرامی هست. ربا گرفتن، قرض گرفتن، سود گرفتن به هر مقداری که باشد حرام قطعی و 100% هست. و الله متعال اینو در قرآن کریم به ما گوش زد کرده که یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اگر واقعا ما ایمانی داشته باشیم به آیات قرآن کریم و به اون سنن و واقعیت هایی که در زندگی مسلمانان وجود دارد، ما باید این نقطه ایمان و باور داشته باشیم که الله متعال فرموده که من ربا رو از بین میبرم، نابود میکنم ربا را و صدقات رو من در واقع پرورش میدهم. پس بنابراین ربا در هر مالی که بیاید و در هر زندگی که بیاید، این وعده پروردگار هست که اون مال را و اون زندگی رو الله متعال بی برکت قرار میدهد. و روایت معروفی هست در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناه کبیره و گناه بزرگ و گناه خانمان برانداز و موبقات که هلاک کننده هستند شما پرهیز بکنید. و یکی از این گناهان بزرگ و 7 گناه درجه اول که در اول فهرست گناهان هستند، یکی از این گناهان همین بحث ربا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن ما رو
هشدار دادند که ما بادا که این گناه رو در واقع مرتکب بشیم. و جالب این است که در روایت دیگری که در مسند امام احمد رحمت الله علیه است و کتاب‌های دیگه مانند صحیح الجامع هم روایت کردن، اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که درهم الربا یأکله الرجل و هو یعلم اشد من 36 زنیه. یعنی یک درهم ربایی رو که یک انسان مسلمان دیده و دانسته آن را بخورد، این گناهش بیشتر از 36 زنا هست که همه میدونند که گناه زنا در چه اندازی هست. و بله فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یک درهم ربا گناهش برابر با 36 مرتبه زنا کردن در واقع است. پس بنابراین فرق نمی کند که درصدش 2% باشد، 2.5 باشد، کمتر باشد یا بیشتر باشد. به هر مقدار و هر درصدی که باشد با عنوان ربا و سود اضافه باشد، این در واقع ربا محسوب می شود و حرام قطعی هست. و الله متعال هم وعده کرده که یمحق الله الربا، الله متعال ربا را بی برکت می کند و از بین می برد و انسان مسلمان باید از این موارد کاملا پرهیز بکند. و مطمئن باشند انسان هایی که واقعا تقوای الهی رو داشته باشند، به خاطر این که الله متعال دستور داده و نهی کرده در واقع که چنین گناهی رو ما انجام بدیم، این مورد رو جز گناهان کبیره محسوب حساب آورده. اگر کسی به خاطر تقوای الله متعال و پرهیزگاری و به خاطر اطاعت از دستور خداوند متعال از چنین وامی و از چنین منبعی در واقع صرف نظر بکند، قطعا خداوند متعال منبع بهتری رو و دروازه بهتری رو برایش باز خواهند کرد. و امیدوار هستیم که مشکل این برادرمون و تمامی عزیزانی که مشکلاتی از این قبیل دارند، الله متعال به تمام مسلمانان و تمام بینندگان ما رزق واسع و حلالی رو نصیب بکند و مشکلات مادی و معنوی همه رو انشاءالله حل بفرماید. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا محمد از شیراز، سوالشان این است که بعد سلام لطفا من راهنمایی کنید. من شیعه بودم و حدود 3 ماه پیش به جمع شما خداپرستان و مؤمنان موحد پیوستم، اما بعد از اعلام یکتاپرستی با مخالفت شدید خانواده خودم و خانواده همسرم و بعضی از دوستان و آشنایان روبرو شدم و مشکلات زیادی برام ایجاد شده. اگر کتمان کنم و به آنها بگویم دروغ گفتم، ایرادی و مشکلی و یا گناه دارد این کار؟ این برای حفظ این که به مذهب خودش ادامه بده، بعضی امور رو کتمان بکنه. یک نکته رو من توصیه میکنم به محتدین و دوستانی که در واقع مذهب خرافی تشیع رو رها کردند و به اهل سنت و جماعت پیوستند. این نکته رو باید در نظر داشته باشند که واجب نیست آن شناختی رو که شما به اون رسیدید، مذهبی رو که تازه شما انتخاب کردید و اون باوری رو که بشه و یقینی رو که به اون رسیدید، اونو برای مردم علنی بکنید و شما خودتون رو و هم خانواده خودتون رو در معرض مشکلات فراوانی در واقع قرار بدهید. همین که خود شما به این واقعیت رسیدید و به این باور رسیدید، این از الله متعال پنهان نیست و اون کسی که شما برایش اعمال رو انجام میدهید، این دیانتتون برای اون هست و این تقوا و پرهیزگاری برای اون هست و خود همین باوری که شما به اون رسیدید و همین اعتقادی رو که شما انتخاب کردید به خاطر الله متعال و رضایت الله متعال هست. اعمالی رو که شما انجام میدهید قطعا از دید و نظر الله متعال مخفی نیست. پس بنابراین سعی بکنند که یک مقدار با حکمت برخورد بکنند، با آرامش برخورد بکنند. لازم نیست که در همون مرحله اول بدون اینکه بستری فراهم بشه و زمینه سازی بشه و شما هر چه را که به آن رسیدید اینو برای مردم بازگو بکنید. شاید خانواده شما، دوستان شما، همکاران شما این ظرفیت را نداشته باشند که و این تحمل را نداشته باشند که این در واقع عقیده جدید شما را و این که خرافات رو رها کردی بتونند این رو بر بتابند و تحمل بکنند. پس بنابراین من توصیه میکنم به تمامی عزیزانی که در چنین موقعیتی هستند اظهار نکنند، فقط برای الله متعال اظهار بکنید. توبه کردید، توبهتون بین خودتون و بین الله متعال باشد، بلکه برعکس اخلاق شما، برخورد شما با دوستانتون، با اطرافیانتون، با خانوادهتون باید بهتر باشد و مبادا به خاطر این که اونها رو شما شیعه میدونید یا این که اونها در خرافاتی دوچار هستن شما با اونها برخورد بدی رو داشته باشید و فقط سعی بکنید که با روش خوب و با حکمت انشاءالله این دعوت رو پیش ببرید و هر چی رو که صلاح دیدید در زمینه
این که مفید باشه برای زندگی شما، برای دعوت، اون رو در اولویت قرار بدهید و هیچگاه به خاطر این که بخواید اعلام وجود بکنید، اظهار وجود بکنید، اصل دعوت را و اصل دین و عقیده را و خودتون رو در معرض سختی و مشکلات و شکنجه قرار ندهید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که حکم ذبح و قربانی کردن پرندگان چگونه است؟ فرمایید. یعنی قربانی کردن منظورش یعنی در احتمالاً برای به عنوان قربانی در عید قربان شاید منظورشون باشه. شاید احتمالاً. بله. مرغ یعنی به عنوان قربانی. اگر منظورشون این هست که به عنوان قربانی ذبح کردنش هست، چون این قولی رو در میان مذاهب اسلامی ما نداریم. حیواناتی که به عنوان قربانی می شود اونها رو قربانی کرد، این سه نوع معروفی هستند: گاو و گوسفند و شتر هستند که شرایط خاصی رو دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند. اما اگر مطلقاً استفاده از گوشتشون هست، بله، ذبح کردن حیوانات دیگر مانند مرغ هم برای اینکه حلال گوشت هستند ذبح کردنشون از نظر شرعی اشکالی ندارد برای استفاده از گوشت اونها. اما به عنوان قربانی کردن در عید قربان فقط و فقط گاو و گوسفند و شتر تعیین شده و این امور هستند که باید مراعات بشن و بقیه حیوانات قربانی کردنشون جایز نیست. چهارپایانی که گوشتشون حلاله، یعنی بله، جدا از پرندگان. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا سیامک از کردستان، شهر سقز مظلوم، سوالشان این است که چند سوال کردن که سوال اولشان این است که آیا بوسیدن قرآن جایز است؟ یعنی خود قرآن را ببوسند به عنوان تبرک. در مورد بوسیدن قرآن ما باید اظهار محبتمون و اظهار ارادتمون به دینمون، به آیینمون، به مراجعمون و به مقدسات دینیمون باید در حدی باشد که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تبیین کردند و بهترین تقدیس را و بهترین بزرگداشت را در مقابل شعائر الهی ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد هستیم و از اصحاب بزرگوار ایشان و از اهل بیت ایشان که صادق ترین مسلمانان بودند که الله متعال آنها را در واقع ستوده و اسلام آنها را و ایمان آنها را تأیید کرده. بوسیدن قرآن به عنوان یک حکم شرعی یا به عنوان یک کار ثواب یا یک عمل مسنون از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده، پس بنابراین ما باید هم از این مورد در واقع پرهیز بکنیم. بوسیدن قرآن به عنوان یک حکم شرعی یا به عنوان یک کار خیری که از اون و یک تقربی باشه به درگاه الله متعال، این در آیات و روایات و در عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ایشان برای ما ثابت نیست و از چنین مواردی باید پرهیز بکنیم. جزاکم الله خیر. سوال بعدیشون این است که در هنگام خطبه جمعه امام دعا می‌کند، بلند کردن دست برای دعا جایز است یا نه؟ هم در این مورد و هم در مورد سوال قبلی که همین بیننده من اشاره کرده بودند، همون گونه که من عرض کردم این است که هر چیزی رو که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تدوین شده به عنوان یک دین و به عنوان یک تعظیم و بزرگداشت شاعر اسلامی یا یک امری برای ما مشروع شده به عنوان تقرب به درگاه الله متعال، ما باید به اون پایبند باشیم و غیر این موارد را رها بکنیم، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاکم محدثات الامور، از کارهای نوپیدا و نوینی که تازه ایجاد شده، بدعت‌هایی که ایجاد شده شما پرهیز بکنید. فإن كل محدثة بدعة و کل بدعة ضلاله. هر امر نوپیدایی که در تدین و دینداری اضافه شده، در راستای تقرب به الله متعال اون اضافه کردن که اصلی در دین ندارد، این بدعت هست و هر بدعتی در واقع یک نوع ضلالتی هست که انسان باید از اون پرهیز بکنه. در مورد بلند کردن دستها در هنگام دعا و اون هم زمانی که خطیب بر بالای منبر هست و دعا میکند، حدیث معروفی هست از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که در زمان بنی امیه دیدن یک از حکام بنی امیه سر منبر دستها رو بلند کرده بود، هنگامی که خطبه میخوان دستها رو بلند کرده بود و دعا میکرد. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود قبح الله هاتین الیدین، این دوتا دست رو الله متعال ناکام بگرداند و پیروز و کامران نباشند. میگه من رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دیدم که بر بالای منبر هنگامی که دعا میکردند این
کاری رو اضافه بر این انجام نمیدادند که با این انگشتشون اشاره میکردند. یعنی حتی در هنگام دعا کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم بر بالای منبر میگه و اشاره به اصبعی، حضرت عماره با انگشتشون اشاره کردن، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالای منبر و هنگام دعا فقط با این انگشتشون اشاره میکردن، دستها رو به این گونه بلند نمیکردن. منتها در هنگام استسقا، یعنی دعای طلب باران، یعنی حتی در خطبه زمانی که امام به دعای استسقا میرسد، اگر این دعا را بخواند که برای طلب باران دعا بکند، از روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام دعا کردن برای طلب باران دستها رو بر بالای منبر بالا می بردن و دستها رو بلند میکردن. در این زمان برای مستمعین هم جایز هست که در واقع دستها رو بلند بکنن همراه با امام، اما فقط اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما فقط در مورد همین دعای استسقا. ببینید واقعا جالب هست انسان پایبند موازین شرعی باشه، هر جایی که دستها رو رسول الله بلند کرده ما دستها رو بلند بکنیم، اینو تامین ندیم به همه جاها، و در جایی که صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم دستها رو بلند نکردن ما هم دستها رو در واقع بلند نکنیم. در هنگام دعای خطبه که دعایی که در خطبه خوانده می شود، دست بلند کردن برای دعا اساساً به اصطلاح ممنوع هست و نباید، نه امام بلند میکند، نه خطیب، و نه کسانی که خطبه را و سخنرانی رو میشنوند نباید دستها را بلند بکنند، به استثنای دعای استسقا یعنی طلب باران که در خود خطبه وقتی که دعا میکنند امام دستها را بلند میکند، در همین لحظه مقتدی ها میتوانند که دستها را بلند بکنند. اما در دعاهای دیگری که گفته میشود ثابت نیست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه دیگر که دستها را بلند کرده باشند. و اینکه دست بلند نمیکنن دلیل بر این نیست که انسان آمین نگه، یعنی میتونه در حال دعا آمین بگه ولی فقط این کارو انجام نده. قطعا آمین گفتن هیچ گونه اشکالی رو ندارد، فقط بحث ما روی بلند کردن دست هست. در جایی که رسول الله دستاشون بلند کردن در هنگام دعا که دعای استسقا هست دستها رو بلند بکنن، در غیر این موارد بلند کردن دعا در هنگام دعای خطبه جایز نیست. جزاک الله خیر. سوال بعدی در مورد این است که در نماز صبح قنوت جایز است یا نه؟ یعنی قنوت خواندن در نماز صبح آیا جایز است یا نه؟ درباره قنوت که قنوت در واقع نماز صبح باشه، معروف است که مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این است که قنوت رو در واقع مسنون میدونن در نماز صبح، و روایتی در این زمینه وجود داره از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که حاکم اینو روایت کرده و این روایت رو صحیح هم قرار داده که ایشون میگویند که ان النبی صلی الله علیه و سلم قنت شهرا یدعو علی قاتل اصحابه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ماه کامل قنوت خوندن در نمازها تمامشون که دعای بد میکردن، نفرین میکردن برای اون کسانی که 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در بئر معونه در واقع به شهادت رسیدن. در ادامه این روایت اومده ثم ترک، بعد از این دعا رو ترک کردن، یک ماهشون دعا کردن و بعد از این ترک کردن. در ادامه این روایت این حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه که فاما الصبح فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا، اما در نماز صبح رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه دعا میکردن تا زمانی که در دنیا بودند، یعنی تا زمانی که از دنیا رفتن رحلت کردن بازم در واقع دعای در نماز صبح این قنوت را میخوندن. بسیاری از علما معتقد هستند که این جمله آخری ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو از جزء حدیث نمیدونند که فاما الصبح فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا. این جمله رو بسیار از محدثین میگویند که این جزء اصل حدیث در واقع نیست و اضافه شده بر حدیث. منتها وقتی که برمیگردیم به اقوال فقها و اقوال ائمه مانند علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از بزرگان، معتقد به این هستند که در نماز صبح هم قنوت خواندن سنت هست و هم ترکش سنت هست، هم خواندنش سنت هست و هم ترک آن سنت هست. پس بنابراین اگر در جای ما مشاهده کردیم که کسی دعای قنوت رو میخونن، مبادا که با اون برخورد بکنیم، اینم جایز هست. بنابر قول برخی از علما هم خواندنش سنت هست و هم ترکش سنت هست. اما رأی جمهور و بیشتر مذاهب اهل سنت و جماعت این است که قنوت نازله جایز هست و در تمام نمازها و هم در نماز صبح. یعنی این که در زمانی که مسلمانان دچار یک حادثه شدن، دچار یک مصیبت شدن، جایز هست
هست که امام در نماز صبح و نمازهای دیگر قنوت بخواند، هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما به صورت استمرار بقیه مذاهب یک مقدار در واقع حساسیت بیشتری نشون دادن، گفتن که قنوت فقط جایش در نماز وتر هست و در نماز صبح در واقع اینو سنت نمیدونند که برای همیشه در طول سال انسان قنوت رو بخونه. پس بنابراین در این زمینه باید احتیاط بکنند. اولاتر این است که عمل نکنند، قنوت نخونند. اما اگر کسی قنوت خواند ما مجاز نیستیم که از اون جلوگیری بکنیم یا بد و بیراه بکنیم. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که گفتم خواهرزاده‌ام در سن 17 سالگی دارد علم فقه می‌آموزد، ولی متاسفانه بدعت یادشون میدن. چون عید قربان امسال دور هم که جمع شده بودیم میگفت که ما باید شیخ عثمان و امثالهم را واسطه بین خود و خدا قرار بدهیم، چون که ما گناهکاریم و خدا به ما جواب نمیدهد. ولی اگه شیخی یا افراد صالحی را واسطه قرار بدهیم، اون وقت اون شخص صالح ولو اینکه مرده باشد به خدا نزدیکتره و توبه و دعای ما را به خدا میرساند. آیا این شرک نیست؟ سوالش این است. کسانی که در دعا کردن میخوان یک واسطه‌ای باشه بین اونها و بین الله متعال و تعلیلشون و توجیهشون این است که ما انسانهای گناهکاری هستیم و پیش الله متعال جایگاهی رو نداریم، یا به تعبیر عامیانه روی رو نداریم که خداوند متعال دعا بکنیم پیش پروردگار، یا این که الله متعال به دعای ما اهمیتی قائل نمی شود و فقط انسانهایی که در واقع پسندیده هستند نزد الله متعال و مقربین درگاه الهی هستند اونها باید برای ما دعا بکنند. اون کسانی که چنین عقیده و چنین باوری رو دارند در واقع خداوند متعال و الله متعال را نشناختند. کسانی که الله متعال را شناختند اون گونه که الله متعال خودش در قرآن خودش را معرفی میکند، هیچ وقت به چنین توجیهی و به چنین تعبیلی تن در نمیدهند. الله متعال در قرآن کریم صراحتاً برای همین انسانهایی که گناهکارند، همین انسانهایی که بیشتر از همه گناه کردند، حتی به تعبیر قرآن اسراف کردند در گناه، اسراف در گناه کردن، نه آنها این که گناهکار هستند، گناه و خطایی از اونها سر زده، بلکه اونهایی که زیاد گناه کردند. بله، خداوند متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیامبر من اعلام بکن به بندگان من، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، ای آن دسته از بندگان من که شما بر خودتون ستم کردید، اسراف کردید، یعنی زیاده روی کردید در مخالفت و نافرمانی الله متعال، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله متعال مبادا شما ناامید باشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، زیرا که الله متعال تمامی گناهان را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، الله متعال غفور و رحیم است. پس بنابراین این که من گناه کردم، زیاد گناهانم زیاد هست، این دلیل بر این نمی شود که من از الله متعال اعراض بکنم و رویم نشود که برم طلب دعا و طلب مغفرت بکنم از الله متعال، بلکه برعکس هست. وقتی که انسان ولو این که اسراف در گناه کرده باشه، خیلی در واقع غوطه‌ور باشه در دریای گناه، بازم برود استغفار بکند، قطعا الله متعال گناهانش را میبخشد. و جالب این است که در آیه دیگر خداوند متعال میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هر وقتی که بندگان من از تو سوال کردن ای پیامبر من که در مورد من سوال کردن، فإنی قریب، من نزدیک هستم. جالب این است که در قرآن کریم در هر جایی که اومده که درباره الله متعال یسألونک مثلا سوال کردن، خداوند متعال بعد میگه که قل، وقتی که میفرماید الله متعال که از تو چنین و چنان سوال میکنه، تقریبا حدود 14 مورد که در قرآن کریم اومده، در تمامی این موارد الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید قل، جوابش این است به اونها اینطوری بگو. اما در این مورد که و اذا سألک عبادی عنی، اینجا دیگه الله متعال نمیفرماید قل، مباشرتا بدون هیچ گونه تأخیری بلا فاصله الله متعال میفرماید فإنی قریب اجیب دعوت الداع، بدون اینکه قل حتی بگی، یعنی این که حتی قول بگه این یک فاصله زمانی میخواد، یک نوع فاصله شاید معنوی ایجاد بشه، و خود خداوند متعال مستقیما جواب میده که فإنی قریب، من قریب هستم. و جالب این است که قرب خداوند متعال به چی معنی هست؟
در ادامه میفرماد که فانی قریب اجیب دعوت الداعی، هر کسی رو که دعا بکند من دعایش رو در واقع قبول میکنم هر زمانی که از من بخواهند و دعا بکنند. و همون گونه که من قبلا عرض کردم کسانی که الله متعال رو میشناسند به هیچ عنوان به خاطر اینکه گناهی رو انجام دادند این بهانه قرار نمیگیره و این دلیل نمیتونه باشه برای اینکه از الله متعال در واقع فاصله میگیرن. در حدیث قدسی هست در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنند از الله متعال که الله متعال میفرماند که یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار، ای بندگان من شما شب و روز گناه میکنید. یعنی گناه کردن، خطا کردن از سرشت و فطرت انسانی هست. بدین خاطر الله متعال میفرماید یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار و انا اغفر الذنوب جمیعا، و من تمام گناهان رو معاف میکنم، فاستغفرونی اغفر لكم، از من بخواید که گناهان شما رو معاف بکنن من معاف میکنم. در اینجا خداوند متعال نگفته که بروید واسطه‌ای بیارید، کسی رو واسطه قرار بدید که اون از من بخواهد که من شما رو ببخشم. فقط مستقیما خداوند متعال فاستغفرونی اغفر لكم، از من طلب مغفرت بکنید تا اینکه من شما رو اجابت بکنم، مغفرت بکنم. یا این فانی قریب اجیب دعوت الداع، من خودم نزدیک هستم و دعای کسانی رو که دعا میکنن میشنوم و اونها رو پاسخ میدم. پس بنابراین انسان مسلمان هرچند که بیشتر گناه کرده باشه باید امیدوارتر باشه به رحمت الله متعال و مطمئن باشه که الله متعال انسانهای گناهکار رو هر گناهی رو در هر حدی رو که انجام داده باشند الله متعال انسانهای توبه کار رو و اونایی رو که توبه میکنند از درگاه خودش نمیراند، بلکه یکی از گروه ها و انسانهایی که نزد الله متعال محبوب هستند و پسندیده هستند توابین هستند. ان الله یحب التوابین، که الله متعال توابین را، اونهایی رو که بار توبه میکنن، یعنی به مجرد اینکه گناهی رو انجام دادن فوراً بیادشون میاد و متوجه میشن که گناهی رو انجام دادن، میرن توبه میکنند. خداوند متعال این انسانهای توبه کار را، اونهایی که استغفار میکنند و توبه و رجوع میکنند به الله متعال، الله متعال چنین انسانها را دوست میدارد. پس بنابراین در میان خودتون و در میان پروردگارتون هیچ واسطه‌ای رو قرار ندهید. و جالب هم این است که وقتی که از مشرکین مکه وقتی که کل مشرکین سوال میکردن که چرا این مرده ها رو میپرستین، خب میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی ما اونها رو نمیدونیم همین دلیلی که این شخص آورده که اون شخص به خدا نزدیکتره و دعای ما رو به خدا میرسونه. یعنی خود مشرکین هم همین دلیل می آوردن. بله، اون چیزی که انسان رو به خداوند متعال نزدیک میکند، محبوب الله متعال میشود، یکی از مواردش همین موارد هست. یعنی وقتی که انسان رو خداوند متعال دوست بدارد، یکی از اون کسانی رو که انسان الله متعال دوست می‌دارد همین توابین هستند. اونهایی که نزد الله متعال مقام دارند، منزلت دارند، به خاطر این نیست گناهی رو انجام ندادند. حتی ائمه و بزرگان ما مجتهدین در واقع گناهی رو انجام دادن. هیچ انسانی معصوم از گناه نیست، اما به خاطر توبه‌ای که انجام دادن، به خاطر انابه و استغفاری کردن، این با در واقع جایگاه خاص رو نزد الله متعال کسب کردن. من و توی گناهکار هم اگر توبه بکنیم، استغفار بکنیم، مطمئن باشید که میتونیم به جایگاه قرب الله متعال در واقع نائل بیاییم. ان شاء الله. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن تا بینندگانی که قصد دارن از الان تماس بگیرن این فرصت براشون فراهم باشه که تماس بگیرن. جناب شیخ، سوال بعدی در مورد این است که حکم عزاداری چیست؟ در مورد عزاداری ما چند نکته رو یعنی باید از همدیگر تفکیک بشن. این موارد که جایز و ناجایز اینها کاملا از همدیگر جدا بشن. اون چیزی که در روایاتی داریم که در هنگام مصیبت انسان باید صبر بکند که صراحتا الله متعال در واقع در قرآن کریم میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این راه و روش مسلمانی هست که انسانی که دچار مصیبت می شود و از جانب الله متعال مصیبتی بر اون میاد، باید متوجه به خداوند متعال باشد و بگوید انا لله و انا الیه راجعون. و در هنگام مصیبت، خصوصا در هنگام این که کسی از دنیا می رود، فوت می کند از خویشاوندان و نزدیکان انسان، این که انسان متأثر بشود یک امر کاملا طبیعی هست.
و گریه کردن به این معنی که اشک انسان جاری بشود یا ناخواسته بر اثر تحریک احساسات مثلا حتی گریه بکند، صدایش هم اگر بالا برود ناخواسته، این هیچ گونه ممنوعیت شرعی رو ندارد. حتی اشک ریختن رو ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که فرزند ایشون ابراهیم فوت کردن، وقتی که ایشون رو دفن کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک بر گونه هایشون جاری شد. یکی از اصحاب عرض کرد که یا رسول الله شما هم دارید گریه میکنید؟ رسول الله فرمودند که این نشان رحمت هست. یعنی این یک چیز فطری هست. هر کسی، انسانی که قلبش نرمتر باشه، با ایمانتر باشد، این متاثرتر می شود و اشک از چشمان جاری می شود. این نشان رحمت هست و حتی اگر ناخواسته صداش هم بالا برود، الله متعال به این مؤاخذه نمی کند و این اندازه در واقع جایز هست. اما اون چیزی که جایز نیست، مواردی هست که امروزه ما فراوان می بینیم در جامعه ما، خصوصا در میان زنها بسیار زیاد هست. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که لا یحل لامرأة ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج. جایز نیست برای زن مسلمانی که بیشتر از 3 روز سوگواری عزاداری بکند مگر برای شوهر که اونم 4 ماه و 10 روز رو خداوند متعال تعیین کرده. و خود این مفهوم عزاداری اون که برای زن تعیین شده، معنیش این نیست که زن تا 3 روز باید سر و صدا بکند، باید گریه بکند، باید نوحه بخواند، باید سر صورت خودش را بزند، بلکه یک موارد خاصی هست که الله متعال برای زن که در هنگام عدت هست و عدت در واقع شوهرش هست، این به عنوان عزاداری، به عنوان احداد یا اینکه در حالت سوگواری هست، یک مواردی رو الله متعال تعیین کرده، مانند اینکه لباس زینت در واقع نپوشد، خودش رو در واقع آرایش ندهد. این مواردی هست که جزء مفهوم عزاداری برای زن در واقع مطرح شده. اما اینکه در بسیاری از جاها سر و صورت میزنند و یک مداحی رو میارند، نوحه میخونند و کارهای خلاف شرعی رو انجام میدهند، مواردی که متاسفانه روز به روز در جامعه که در جامعه هایی که از قرآن و سنت فاصله گرفتن، موارد جدیدی به عنوان مظهر عزاداری اضافه میشن، تمام اینها برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اون چیزی رو که ما در این زمینه حتی در روایات شیعه ما داریم، فراوان داریم، از رسول الله و از بقیه ائمه اهل بیت فراوان نقل شده. به طور مثال در اصول کافی روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون توصیه کردن به حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها که اذا انا مت فلا تخمشی علی وجها، وقتی که من مردم و از دنیا رفتم به خاطر من صورتش را نخراش، ولا ترخی علی شعرا ولا تنادی بالویل، و به خاطر من در سوگواری من مویت را رها نکن، آویزان نکن و داد و فریاد نکن، ولا تقیمی علی نائحة، و بر من نوحه خانی رو کسی که نوحه گری بکند نیاور و اضافه نکن. این موارد رو این در اصول کافی اومده و همچنین در اصول کافی از امام جعفر صادق روایت شده که من ضرب یده علی فخذه عند المصیبه حبط عمله، هر کسی که در هنگام مصیبت دستش را بر پایش بزند و این در واقع یکی از مواردی هست که حبط عمل می شود، یعنی کارهای خیر انسان بدین خاطر از بین می روند. ما روایتی رو داریم از رسول الله صلی الله علیه و که شیعه و سنی اینو روایت کردن، لیس من ضرب الخدود و شق الجیوب، از ما نیست کسانی که در هنگام مصیبت سر و صورت رو بزنند یا گریبانشون رو در واقع پاره بکنند. از این قبیل روایات در میان شیعه و در میان سنی، خصوصا در مورد خود نوحه خوانی که اومده که از باره حضرت علی رضی الله عنه و از دیگران این نقل شده که النیاحة من عمل الجاهلیه، در روایت اهل سنت و شیعه اومده که اگر نوحه خوان در توبه نکند در روز قیامت خداوند متعال اون رو یک لباسی از غیر به عنوان عذاب بر تنش میاندازد. تمام اینها از مواردی هستند که در واقع از زبان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرماید 3 مورد از عمل جاهلیت هستند که تا قیامت اینها استمرار دارند و یکی از اون موارد رو همین النیاحة علی الموتی ذکر کردند که در بحار الانوار این روایت را آورده. پس بنابراین روایات شیعه و سنی بالاتفاق این مطلب را اثبات کردند و تاکید دارند بر این مطلب که در هنگام مصیبت انسان باید صبر بکند، داد و فریاد کردن، واویلا گفتن، زدن سر و صورت را یا اینکه مراسم دیگری رو انجام دادن یا حتی به مناسبت های این که نه اینکه مثلا امروزه مصیبت
مصیبتی برای مسلمانان اومده، مصیبتی که سالها از اون گذشته یا صدها سال و هزار سال از اون گذشته بیان و این در واقع نوحه خوانی بکنند و خلاف دستور الله متعال و رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنند. ما معتقد هستیم و در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین الگو هست برای ما و در قرآن کریم بهترین دستورات و الگو هست در این زمینه. ما می‌بینیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزانشون رو از دست دادن. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنها شهید شدند و همچنین از فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم همه‌شون به استثناء حضرت فاطمه زهرا در حیات ایشان از دنیا رفتند. عزیزان رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند و در هیچ موردی ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سالگرد وفات این عزیزان عزاداری رو برپا کرده باشه، در مدینه زمان عزاداری باشه، دسته های سینه زنی به راه انداخته باشند برای حضرت در واقع حمزه رضی الله تعالی عنه و بقیه دوستان و عزیزان رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا حتی حضرت علی رضی الله تعالی هیچگاه برای حضرت فاطمه زهرا مراسم ترحیمی رو نگرفتند، نه در اون سالی که وفات کردند نه در زمان حکومت خودشون. و همچنین برای حسن و حسین میبینیم که اهل بیتشون هیچ کسی به خاطر وفات یک شخصی در واقع نیومدن عزاداری رو و ماتمی رو اعلام نکردن. و یک نقطه جالبی هم که اینجا واقعا یعنی جای تأمل دارد و اون نقطه این است که شیعه برای ولادت ائمه خودشون جشن میگیرند و هم برای ولادت ائمهشون و هم برای شهادت یا وفات ائمه خودشون هم برای ولادت جشن میگیرند و برای وفات یا شهادت ماتم میگیرند و مراسمی رو که همه شاهد هستیم اینو برگزار میکنند. اما جالب اینجا هست که برای هیچ امامی روز امامتش رو جشن نمیگیرند. روز امامت، جشن امامت ما نداریم در میان شیعه به استثناء سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، اونم که روز قدیر خم قرار دادن، اونم که روز امامت سیدنا علی نیست. بالفرض که ما قبول بکنیم که اعلام امامت شده، اما روز به امامت رسیدن علی رضی الله تعالی عنه نیست. بعد از اینکه رسول الله وفات کردن بالفرض هم که قبول بکنیم بنابر مبنای شیعه این امامت به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رسیده. میبینیم که برای جشنی به عنوان جشن امامت وجود نداره. اگر واقعا امام ارزش داره، ولادتش برای ما اون اندازه اهمیت نداره که امامتش اهمیت داره. نه ولادتش چندان اهمیتی داره و نه وفاتش. اون چیزی که از زندگی امام برای ما مهم هست همون امامتش هست. پس بنابراین باید جشن امامت میگرفتن. اما چون که دقیقاً در همون روزی که امامت یک امام شروع می شود مصادف هست با درگذشت یا شهادت یا وفات امام قبلی، نمیتونن چون این چیزی رو در واقع برگزار بکنن. این یک تضادی هست که در مذهب شیعه وجود دارد که بزرگترین موردی که از امام دارند امامت ائمه هست، نمیتونند که در این زمینه در واقع جشنی رو بگیرند و شادمانی بکنند، که زیرا که دقیقاً همون روز وفات امام قبلی هست. زیرا که تمام اینها مواردی هست که هیچ دستوری از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه صادر نشده که ما به این صورت عمل بکنیم. نه جشنی به عنوان تولد و نه ماتمی به عنوان در واقع درگذشت یا شهادت و نه هم جشن و عیدی برای امامت. تمام اینها ساخته و پرداخته انسان‌هایی هست که صلاح خودشون رو و صلاح دین و دنیاشون رو در واقع در این می‌بینند که مردم دچار خرافات و بدعات باشند. بله، البته همین اشاره بکنم که خب بالاخره روحانیان شیعه بیشتر دوست دارن که مردم شیعه در عذاب و غصه و گریه باشن تا اینکه به جشن و شادی مشغول باشن. برای همین این گریه ها رو ترجیح میدن، چون چیزیه که یعنی برگ برنده‌ای برای بقای این مذهبشون دیگه. متاسفانه این گونه هست و عموم مردم ما و در واقع شیعیان عزیزی که ما دیدیم در ایران و با آنها برخورد داشتیم، ما در این هیچ گونه شک و تردیدی رو نداریم که با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت دارند، همون گونه که اهل سنت و الجماعت محبت دارند. و این شیعیان ما مطمئن هستیم که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و احترام قائل هستند، محبت قائل هستند. اما اون چیزی که در واقع مصداق محبت است با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و
بکنیم و لازمه محبت با رسول الله، با الله متعال، با رسول الله و اهل بیت هست اطاعت و پیروی از دستورات اونها هست. ما بیایم ببینیم در هنگام شادمانی علی چه کار میکرد، در هنگام غم و اندوه حضرت علی رضی الله تعالی عنه چه کار میکرد. کاری رو که علی انجام نداده در هنگام شادمانی یا در هنگام مصیبت و دین نبوده برای علی و تقربی نبوده برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، مطمئنا امروزه برای ما هم تقرب نیست و بلکه این از مصداق بدعت هست و یک نوع احداث و نوآفرینی در دین هست و بدعت و ضلالتی هست و به جای این که ما مصاب باشیم و امیدوار پاداش باشیم که از الله متعال، بلکه باید منتظر این باشیم که الله متعال ما را مؤاخذه بکنند که چرا خلاف دستور الله و رسول الله و خلاف سنت رسول الله و روش اهل بیت شما در واقع عمل کرد. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان رو میگیریم. بیننده اول، سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. تلفن نمیگیریم؟ صداتون داره وصل میشه و صدا شما داره پخش میشه. منتظر سوال شما هستیم بیننده عزیز. داخل سوال شما خب سوال میگین اون زمان امیرالمومنین چیزی نگرده، خب اون زمان همه وهابی بودن، یاریاوری نداشتن. بله، سوالی اگر دارین لطف کنین بفرمایین. سوال شرعی لطفا اگر دارین. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین، از بفرمایین. ایران صحبت میکنم. در خدمت شما هستیم، بفرمایین. این قرآن بوسیدن گناهه یا ثواب؟ خواستم اینو بدونم من. بوسیدن قرآن؟ قرآن ببوسه. بله. ببینم گوشون ثواب یا گناه. بله، انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. سوال دیگه هم دارین؟ بله؟ سوال دیگه هم دارین؟ صدا شما بد میاد. انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. الو. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین. در خدمت شما هستیم. اگر سوال شرعی دارین بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین. زنده باشید. میگم من افغانی هم از ایران تماس میگیرم، سنی هم. بفرمایین. من یه صاحبکار دارم، مثلا این صاحبکارم میگه که اصلا من هیچ پیغمبر را قبول ندارم. الان من پیش این کار میکنم به من غذا چیزی موقعی که میاد خودش میده من یه چیزی ازش بگیرم بخورم، درست یا نه؟ یعنی شما کارتون رو نذارون ادامه بدین یا نه؟ سوالتون اینه؟ کار من مثلا کار میکنم تو باغ، من خونه والام بله. دیگه جایی ندارم، پولی هم ندارم برای خونه بگیرم، ولی مجبورم تو اون باغش بمونم. وقتی که میاد چیزی به من میده، غذا یه چیزی میده دستش. بله. انشاءالله پاسخ دریافت خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایین. از تاجیکستان هستم. تاجیکستان عزیز، بفرمایین. قرآن بوسیدن ثواب است یا گناه؟ قرآن بوسیدن ثواب است یا گناه؟ انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. سوال دیگه هم دارین؟ بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. بله، سلام علیکم. من از آلمان گپ میزنم، نام من نیجی است. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. در خدمت شما هستم. میتونم گپ بزنم؟ بله، صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شما هستیم. خب سوال من است که من چند وقت پیشتر، یک دو سال پیشتر من یک خانه خریده بودم، باز نمیفهمیدم که سنس نقص داره یا نه بخشیده نمیشه، یا اگر سنس بدیم یا سنس بگیریم. این موضوع رو نمیفهمیدم. وقتی که فهمیدم خانه رو فروختم، حالا یک کم پیسه که مانده برای یک نفر دادیم
که او ازش استفاده کنه، اما ما تا حال دیگر امی زکات ندادیم. آیا امکان داره که این گناه نشده باشه بر ما، یا زکات ندادیم، یا باید دیگه ما خواهی تو پیسی زیادی هم ندارم که زکات بدم، فقط همه بود که برای من نفر دادیم که غریب بود درش کار کنه بدون فایده یا بدون کدام چیز. تشکر از لطفتان. سلامت باشین. حالا انشاءالله بررسی میکنیم. یعنی بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. وصال حق. بفرمایید. برنامه وصال حق، برنامه پرسش پاسخ، در خدمت شما هستیم. خودتون خرد کردید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آقا من برنامه‌تون رو اصلا قبول ندارم. اگر سوال شرعی دارین لطف کنید بفرمایید. آره، سوال شرعی. یکی شما میگید که اهل بیت، گریه‌ای بر اهل بیت مثلا جایز نیست. بله. خب حالا ما فرض بر این میذاریم حرف شما اصلا درست، ولی کجای قرآن یا اهل بیت یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کجا گفته که مثلا رقص و پایکوبی تو کلا کشورهای سنی نشینمون همه رقص و پایکوبی رو دارن؟ چه ایام شهادت، چه خود رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کشور عربستان یا قطر، بحرین، امارات یا همین چه میدونم ترکیه که مسلمان هم توش هست، کانالاش همه رقص. اصلا عربستان کشور مسلمونیه. چرا بیننده عزیز، به نظر خودتون نگاه بکنین، در نزد اهل سنت در روز عاشورا و تاسوعا سنته که مردم روزه بگیرن، یعنی اصلا کلا هیچ چیزی نخورن. تاسوعا رو ما کار نداریم، ما میگیم بنا رو بر این میذاریم. کلا تضاد داره با واقعیتی که مردم میبینن و کسانی که واقعا آگاهانه نگاه بکنن میبینن که اهل سنت در کل کشورها به خصوص کشورهای اسلامی روزه هستن در روزهای تاسوعا و عاشورا، در حالی که رقص و عزاداری و شعار و شعر خواندن در کشورهای شیعه‌نشینه که اوج این چیزا هم در عاشورا و تاسوعا است که غذا و خورد و نوش و عیش و نوش بیشتر تا اینکه حالت گریه و جشن ناراحتی باشه توش. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید با استاد کردشم یه سوال شرعی می‌خواستم. در خدمت شما هستن و منتظر سوال شما هستیم. من یه سوال خواستم در مورد خرید و فروش آپارتمان هایی که در ایران هست، آپارتمان هایی که وام مسکن روشه، اما ما از وام استفاده نمی کنیم، خرید و فروش انجام میدیم، ببینید شرعی یا نه؟ بالاخره یعنی از وام، بالاخره خونه یا از طریق وام مسکن میگیرین بعد خرید و فروش میکنین یا مستقیما خودتون؟ یه آپارتمان هایی ساخت میشه اداره هایی، بعدی ادارجات ها خودشون وام بهش میدن، در این بین اونایی که امتیاز دارن میفروشن، ما مثل دلال میخریم، بعد میفروشیم یه سری دیگه، ولی از مرحله وام نرسیده و ما استفاده وامش نمی کنیم، فقط در این از امتیازش خرید فروشی میشه. بله، سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت کنیم. سوال دیگه هم دارین؟ زران تماسشون قطع شد. یعنی بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. خسته نباشید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. آقا بفرمایید. سوال دارم. اگه سوال شرعی دارین بفرمایید. توسل به نبی و اولیای الهی حیات باشد، به نظر ما توسل به آنها شرک نیست. امکان دارد عملی غیر مفید باشد؟ بله. امکان دارد عملی غیر مفید باشد؟ بله. امکان دارد عملی غیر مفید باشد؟ بله.
ولی حال که پیامبر در حیات نیست چرا ما روزی 5 مرتبه هر بار السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بله. آیا سلام به پیامبر عملی لغوی و پیامبر سلام ها را نمی‌شود؟ ما معتقدیم که پیامبر و اولیاء الهی حیات برزخی دارند. عند ربهم یرزقون. صراحتاً در قرآن می‌فرماید. بله. شهدا راحت زنده‌اند و انبیا و اولیاء الهی بیشتر در زمره شهدایند، مقامی بالاتر دارند. سوالتون واضح است، انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بالاتر دارند. اگر تبرک جستن به آثار الهی قرآن آن را تایید می کند. وقتی که یعقوب از فراق یوسف از شدت گریه بله. وقتی که حضرت یعقوب، اگه میشه به صورت مختصر و به صورت سوالی سوالتون رو مطرح کنید خیلی بهتره تا اینکه کلا یک توضیحی روی سوال داشته باشیم، چون وقت کمه و بینندگان دیگه نیست پشت خط هستن. سوالتون واضح بیننده عزیز، انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. این منتظر پاسخ باشین تا بعد از اینکه تماس رو بگیریم پاسخ رو دریافت کنیم انشالله. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم بگم ما متحدیم، این تا چند میتونه آدم متحد از خونه دوری کنه؟ انسان متأهل تا چند روز میتونه از خونه دور بشه؟ تا چند ماه، تا چند از افغانستان میریم تو ایران تا چند ماه میتونه بمونه؟ لطفاً اگه این بابا درست توضیح بدید. بله انشالله پاسخ را دریافت خواهیم کرد. باشه، تشکر، خدا. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، میخواستم با آقا صحبت کنم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. همینایی که چه زنجیر زنی میکنن، نبی سراشون دادم، تیکه تیکه کردم، پشتاشون این جایز استانه، حالا میتونن روزه بگیرن که همین که بذارن خدا تیکه تیکه کنن. والا دیگه انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم. سلام باشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آقا من سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اگه میشه صدا رو از تلفن بشنوید و گیرنده رو کم کنید صداشو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. میخواد یه سوال شرط داشتم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. اگه میشه یکم بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی کمه. پایینه. سوال خیلی من میشم. میخواستم بگم یه خوبی ما داریم در این اجاره داریم به رهن کامل. بله. حدوداً مثلا بدون کرایه نگرفتیم. بله. باشه. بعد این کرایه ازش نمیگیریم. همین داریم رهن کامل. آیا این حکمش چیه؟ بعد این زکاتش میگیریم یا نگیریم؟ خواستم جواب تو اصلی رهن کردن بدون، یعنی خونه خودتون رو رهن کامل دادین و پول گرفتین و اجاره رو از کسی که خونه رو اجاره کرده نمیگیرین؟ اجاره نگرفتین. بله. یعنی اجاره ماهیانه نگرفتین. بله. رهن کامل. رهن کامل دادین. بله. ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم بدونم علت این که شیعات عمر رو قبول ندارن علتش چیه؟ والله ان شاء الله پاسخ دریافت خواهیم کرد.
بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. خب من دیدید حرف دارم میزنم قطع کرد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. اگه میشه صدای تلویزیون رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید بیننده عزیز. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خوبی؟ سلامت باشین، بفرمایید. سلامت باشین. یعنی سوالی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. باشه. میگم من طرف ایران. بله. این خانم قرآن شریف آورد که به قرآن نره مریض بود که من مریضم، من نره طرف ایران. من قرآن جا گوشتم، مردم یک عالم سوال کردم، میشنین سوال من؟ بله. یک عالم سوال کردم آقا ما میرن طرف ایران، خانم قرآن آورد من برم نرم، گفتی سرقه 500 افغانی بره. مردم آقا ایران 2 بار تیر شد، بعد خانم مرده. بله. بعد خانم که مرد دیگه ایران هم 3 میلیون مرد دوست برد و تصدف کردم، خیلی بعد بختیر دیدم. حالا ببینید که سوالی بکنیم در شما در نظر. انشاءالله پاسخ دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. برنامه رساله هست. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. جواب بدید. اگه سوال شرعی دارین بفرمایید و صدا شما داره پخش میشه، منتظر سوالتون هستیم. میخواستم من تو قرائت سوره زخرف. سوره به یه آیه سوره زخرف؟ بله. بله. به آیه‌ای رسیدم که معنیش این بود که اگر خداوند مطمئن بود که روی زمین مسلمانی نبود، آنقدر ثروت و جواهرات میداد به بنده ها که به جای نردبان روی جواهرات برن روی پشت بوم. میتونی شماره آیه رو هم ذکر بکنیم بنده عزیز؟ مسلمان بودن باید فقر رو تحمل کنیم، نداری رو تحمل کنیم، یعنی چی معنی واقعیش؟ ولی اگه میشه شماره آیه رو هم ذکر بکنیم تا مراجعه بکنیم به آیه. شماره آیه رو به خاطر نداره، اما هست تو سوره زخرف. ممنون. خیلی ممنون از شما. آخرین بیننده رو نیز میگیریم تماسش و بعد پاسخ ها رو دریافت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباش. سلامت باشین، بفرمایید. ببخشید من شبها خیلی وقت بیدار میشم. آیا انسان میتونه نمازهای حد صلوات بده چیکار کنه؟ والا صداتون واضح نیست، اگه میشه یه کمی واضح‌تر صحبت بکنین. ببخشید میگم من شبها خیلی وقت بیدار میشم، یعنی نصف شب. انسان میتونه نمازهای حد صلوات بده، خب تره چیه؟ سوال متوجه میشین؟ شبها چی میشین؟ میگم زیاد بیدار میشین توی خواب. شبها زیاد بیدار میشین؟ بله. نماز بخوانی خوبتره یا صلواتی نبده، بخاطر اینکه بله با هم دیگران نشه، با هم دیگران نشه بخاطر. بله انشالله جواب رو دریافت میکنیم. خیلی ممنون، ببخشید. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایین. شبتون بخیر برادر عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت مولانا دهقان. خدا حضرت مولانا و حضرت عالی رو حفظ کنه واسه ما. من چند تا سوال فقهی داشتم، اگر اجازه بفرمایید بپرسم. خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که سوال اولم بابت این بود که آیا اصلا مذهبی به اسم مذهب ظاهری وجود داره و اگر وجود داره این از مذهب به تاییدیه قرآن و سنت هست و در باب این مذهب کتاب‌های فقهی نوشته شده یا نه؟ و سوال دوم این بود که در باب مذهب فقهی حضرت امام مالک و امام احمد رضی الله تعالی عنهم اجمعین چه نوع کتاب‌های فقهی نوشته شده؟ بله. از امام مالک و امام احمد. ممنون و متشکرم از ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون. حضرت مولانا را هم سلام برسونید، مخصوصا استاد انصاری رو. ببخشید مزاحمتون شدم. شبتون بخیر. خداحافظ. سلامت باشین. ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه، منتظر صداتون هستیم. گفتم الو. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. سلامت باشین. خوبین؟ سلامت باشین. اگر سوال شرعی دارین لطف کنین بفرمایید که بینندگان دیگر نیز پشت خط هستن. والا صداشون داره با تلویزیون گوش میکنه که طول میکشه و مشکل پیدا میکنه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. میخواستم با برنامه وصال حرف بزنم. در خدمت شما هستیم و منتظر سوال شرعی شما هستیم. میخواستم بپرسم شما چه مشکلی با دین شیعه دارین که اینا به تبلیغ دین سنی ها میکنین؟ شیعه چه کار کرده؟ ما حضرتای شما مسلمان نیستیم. بله. سوال دیگه هم دارین؟ همین سوالا بپرسم. بله. این سوالتون اینه که شیعه چیکار کرده که شما دارین دفاع از دین اهل سنت میکنید؟ تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ سلامت باشین، بفرمایید. من درباره این که من خودم مذهبم اهل تسننه، بعدش هم زنم شیعه است، این مابین حالا من چیکار کنم؟ بله، یعنی خودتون سنی و خانمتون شیعه؟ بله، من خودم سنی ام، خانمم شیعه است، بعد یه بچه هم ازش دارم. تا حالا هم هیچ مشکلی نداشتیم، ولی احساس میکنم ته زندگیم ایراد داره، یا خودم یا اون، نمیدونم حالا اشتباه از طرف کدومون بوده. زندگیمون هم بد نیست، با هم خوبیم، مشکلی هم نداریم. انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. سوال دیگه هم دارین؟ خسته نباشید. نه ممنون، تشکر. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. الو. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. رحمان هستم از گیره. بله، بفرمایید. میخواستم درباره چه سوال بکنم؟ طالبا هست در افغانستان. طالبا؟ بعضشون میگه اینا روایتشون درست نیست، مالکی هستن، چطوری اینا؟ بله. سوال یعنی سوال شرعی، چه سوالی در این زمینه دارین؟ یعنی چه سوالی دارین نسبت به این قضیه؟ میگم درباره طالبا هست که چه؟ انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و عذر میطلبیم از کسانی که نتونستیم با آنها تماس بگیریم و تماسشون رو وصل بکنیم. با هم در اینجا یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
مسجد مکیان گوهر اختران، ای امید همه افتخار زمان. مسجد مکیان گوهر اختران، ای امید همه افتخار زمان. جاودان باد و در راه دین خدا، از وجود تو عالم شده شادمان. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. مرحبا 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 مرحبا. جای ذکر و مناجات و ورد و دعا، جای اشک و عبادت نماز و صفا. جای ذکر و مناجات و ورد و دعا، جای اشک و عبادت نماز و صفا. جای شور و مباحات و نور و سرور، جای تسبیح و تعظیم و یاد خدا. مرحبا 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 مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. مرکز وحدت و معدن رحمت است، نور چشم همه مایه عزت است. مرکز وحدت و معدن رحمت است، نور چشم همه مایه عزت است. منظر با شکوهش صفای درون، خطبه جمعه ها مظهر شوکت است. مرحبا 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 مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. حوزه علم و عرفان دارالعلوم، همچو ماه تمام در سماع نجوم. حوزه علم و عرفان دارالعلوم، همچو ماه تمام در سماع نجوم. تا ابد زنده بادا در ایران ما، جاری از هر دیار بحر فیض علوم. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. چشمه صفای تو با شکوه با جلال، چشمه صفای تو با شکوه با جلال. مرحبا 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 مرحبا. یادی از مرد نستوه و زاهد بکن، مرد علم و عمل مرد ایمان بکن. یادی از مرد نستوه و زاهد بکن، مرد علم و عمل مرد ایمان بکن. روح عبدالعزیز شاد و خندان و باد، ای خدا تربتش نور و باران بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. بعد از آن ماه تابان و شمس ضحی، شیخ الاسلام محبوب و شمع هدا. از آن ماه تابان و شمس ضحی، شیخ الاسلام محبوب و شمع هدا. ای تویی مشعل روشنی در جهان، راهتان تا ابد همچو بدر دوجا. مرحبا 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 مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا.
راه عز و شرف نقش بنیاد ماست، عدل و آزادگی سوز و سودای ماست. راه عز و شرف نقش بنیاد ماست، عدل و آزادگی سوز و سودای ماست. رهرو راه حق این شعارش مدام، مهر و صلح و صفا منطق و رأی ماست. حفظ کن ای خدا مسجد مکی‌یا، حفظ کن ای خدا مسجد مکی‌یا، پرز شور و صفا پرز نور و ضیا. هر که با مال خود دین و یاری کند، یا که در راه حق جان نثاری کند. هر که با مال خود دین و یاری کند، یا که در راه حق جان نثاری کند. هر بلا را خدا دور سازد ز او، در بهشت جای او جاودانی کند. مرحبا 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 مرحبا. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. در بنای درت حسبنا الله کنیم، معبد و خانه‌ات را صیانت بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکی‌یا، حفظ کن ای خدا مسجد مکی‌یا، پرز شور و صفا پرز نور و ضیا. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. در بنای درت حسبنا الله کنیم، معبد و خانه‌ات را صیانت بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکی‌یا، حفظ کن ای خدا مسجد مکی‌یا. چشمه صفای تو با شکوه با جلا، چشمه صفای تو با شکوه با جلا. مرحبا 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 مرحبا. قل إن خير الأنبياء محمد، هو أجل من يمشي على الكثبان، هو أجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد، هو أجل من يمشي على الكثبان، هو أجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان. بنتاهما أسنى نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان، وهما له بالوحي صاحبتان. وهما لأحمد نظراه وسمعاه، وبقربه في القبر مضطجعان. وهما لأحمد نظراه وسمعاه، وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، وهما لدين محمد جبلان. قل إن خير الأنبياء محمد، هو أجل من يمشي على الكثبان، هو أجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد، هو أجل من يمشي على الكثبان، هو أجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران.
وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. جناب استاد، دو تا از بینندگان سوالشون این بود، یعنی توضیح هم در سوال قبلی داده بود در مورد قرآن که بوسیدن قرآن، که سوالشون این بود که بوسیدن قرآن چه حکمی دارد؟ آیا بوسیدنش ثواب دارد یا گناه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من قبلا توضیح دادم درباره بوسیدن قرآن که این عمل از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و به عنوان یک عبادت در شریعت اسلامی تعریف نشده. عبادتی نیست که ما از آن امیدوار ثواب باشیم که یا اینکه ما ملزم باشیم که بعد از تلاوت قرآن کریم یا مصحف رو در واقع ببوسیم. و پس بنابراین یک عبادت نیست و انجام دادنش هم ثوابی رو ندارد. فقط مواردی ثواب دارند که یک نوع تقرب هستند به الله متعال و که عملی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده باشه. بوسیدن قرآن کریم از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده. بدین خاطر است که بسیاری از علما مانند شیخ البانی رحمت الله علیه اینو جزء موارد بدعت قرار دادند. نه تنها که کار ثوابی نیست، کار بدعتی هم هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین عملی رو انجام ندادند. اما وقتی که واقع بینانه به این قضیه ما بخوایم نگاه بکنیم، عملی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده، صحابه ایشون انجام ندادن، به ما توصیه نکردن که چنین عملی رو انجام بدیم، پس بنابراین این عمل را به هیچ عنوان به عنوان یک تقرب نمیتونیم حساب بکنیم که امیدوار ثواب باشیم از چنین عملی. منتها نمیشه که اینو به صورت کلی هم بگیم که هر کسی که این کار رو کرده حتما گناهی رو انجام داده، گناهکار هست. این کار نه گناهی را دارد و نه ثوابی دارد. بوسیدن قرآن نه کار ثوابی هست و نه اینکه کار گناهی باشه که در واقع انسان با اون گناهکار بشه. منتها لازم گرفتن چنین عملی و این تقرب دانستن چنین عملی که امیدوار ثواب باشه انسان، این خودش یک نوع بدعتی هست که از چنین عملی انسان باید پرهیز بکنه. تنها از یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اکرمه فرزند ابو جهل، این نقل شده در روایات اومده که ایشون قرآن رو باز میکردن و بر روی صورت خودش میگذاشت و میگفت که این کلام پروردگار من هست. تا این اندازه از آثار صحابه در واقع نقل شده. اما به گونه‌ای که قرآن رو ببوسند یا بعد از هر تلاوتی، چنین عملی از اصحاب رسول الله و از خود ایشون نقل نشده و این یک نوع تعبد نیست و التزام به چنین عملی، لازم دانستن چنین عملی و تقرب و عبادت دانستن چنین عملی در واقع بدعت هست که انسان باید مواظب باشند و که همیشه پیرو نص باشند، پیرو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند و این عمل از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و باید از آن پرهیز بکنند. بله، جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی ما برادرمون که اهل افغانستان بودن و در ایران زندگی میکردن، سوالشون بود که صاحب کارشون به هیچ دین و هیچ پیامبری اعتقاد ندارند و ایشون وقتی که میان به این شخص، این کارگر، هدیه هایی میده. سوالش این است که آیا این هدیه رو من بگیرم یا نه؟ بله، این هدیه گرفتن یا اینکه در واقع مزدی رو که میگیرن براشون در مقابل کار میکنن، این از نظر شرعی مباح، هیچ گونه اشکالی رو نداره و کاملا جایز هست. بحث اون که ذبیحه‌اش باشه، ذبیحه‌اش یک حکم جداگانه هست.
اگر اهل کتاب باشه، یهود و نصارا باشه، ذبیحهش یعنی اون حیوانی که ذبح کرده هم حلال هست. اما اگر غیر از این باشه، یعنی کسی که به هیچ دین الهی ایمان نداشته باشد، اون غذایی که میآورند اون غذا حلال هست، هر چیزی که باشد، فقط در مورد ذبیحهش که ذبیحهش در واقع حرام هست و خوردنش جایز نیست. اگر مطمئن است که واقعا این حیوانی گوشتی رو که براش آوردن ذبیحه خودش هست، اون کسی که اصلا به هیچ دین الهی ایمان نداره، اگر مطمئن است که خودش ذبح کرده، در این صورت حرام هست. اگر باز مال کسی دیگر از قصابی از شهر گرفته، در این صورت حلاله، هیچ گونه شک و شبهه‌ای در این وجود نداره و حتی مزدی که از ایشون میگیره کاملا برایشون حلال هست، زیرا که در مقابل کاری هست که ایشون انجام دادن. و ما در روایات داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با یهود در واقع تعامل داشتن، حتی غذا قرض میگرفتن، گندم قرض میگرفتن از یهود و نصارا. پس بنابراین این هیچ گونه اشکالی رو ایجاد نمیکنه و کاملا برایشون حلاله. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدیمون خواهرمون منیژه از آلمان تماس گرفتن که من ازشون خواهش میکنم که بعد از پایان برنامه دوباره تماس بگیرن و سوالشون رو توضیح بدن، چون ما دوبار سوال کردیم ولی خوب سوال برام واضح نبود. برای همین اگه میشه بعد از پایان برنامه دوباره تماس بگیرن و توضیح بدن تا بتونیم جواب درستی که میخوان رو بهشون بدیم. سوال دیگه که یک از بینندگان کرد این بود که خب اگر گریه بر اهل بیت جایز نباشه، خب کجای قرآن گفته بود که در موقع یعنی عزاداری یا این چیزها انسان رقص و پایکوبی بکنه، که گفت یعنی اینجور اهل سنت رو اینجور متهم کرد که موقع عزاداری شیعیان رقص و پایکوبی دارن، بخصوص در قضیه عاشورا. الحمدلله اهل سنت و الجماعت در تمامی موارد، اینو بارها ما اعلام کردیم که ما هم در شادمانی ها و خوشحالی هایمون، هم در جشن و عید هایمون و هم در هنگام مصیبت ها و عزایمون پایبند شریعت هستیم. هر چیزی رو که الله متعال به ما دستور داده و هر روشی رو که رسول الله صلی الله علیه و برای ما تدوین کرده و عملا ایشون عمل کردن، ما پایبند اون هستیم. و هر کسی که باشد، چه شیعه باشد چه سنی باشد، پارا فراتر از تعالیم قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فراتر بگذارد، از دیدگاه ما مردود هست. و هر گونه بدعتی و هر گونه بدعت گذاری و هر گونه بدعت گذاری از دیدگاه ما رد هستند و ما چنین موارد رو قبول نمی کنیم، قطع نظر از اینکه شیعه باشند یا اینکه سنی باشند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این بود که کسانی آپارتمان هایی را که با وام مسکن خریدن به ما میفروشن، یعنی دلال هستند. گفت آیا این کار درست است، یعنی خرید فروش خونه هایی که با وام مسکن اصلش بنا شده باشه؟ بل این معامله‌ای که ایشون انجام میدن یک معامله جداگانه هست. اون کسی که صاحب منزل هست یا اینکه ملک یا اون منزل آپارتمان به اسمش هست و چه بسا وام مسکن رو گرفته باشه یا از بانک دیگر مثلا یا از فردی که وام ربوی گرفته باشه اون منزل رو ساخته باشه، اون گناهی رو که دارد فقط برای اون کسی هست که این وام رو گرفته و این در واقع از اون استفاده کرده. این افراد دیگری که اون منزل رو ولو اینکه هنوز هم در رهن بانک باشه معامله میکنند، اینها در واقع گناهی رو مرتکب نشدن و این معاملهشون یک معامله صحیح و جایز هست. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این بود که خب اگر توسل به اولیایی که در حیات باشن اشکال ندارد، خب پیامبرم اگر در حیات نیست چرا میگوییم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته؟ در مورد حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه تمام انسان‌هایی که از دنیا میروند، ما معتقد هستیم که به صورت کلی از بین نرفتند و این گونه روحشون در واقع نمیمیرد، یک نوع حیات برزخی رو دارند و این حیات برزخی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای شهیدان یک نوع حیات متفاوت‌تری هست از بقیه، یعنی درجه حیات اونها یک حیات بیشتری هست. اما به اتفاق تمام اهل سنت و الجماعت، یا بهتر بگم تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی، این حیات برزخی هست، نه اینکه یک حیات دنیوی باشه. قطع نظر از یک در واقع اقوال شاذی که از برخی از صوفی ها در این زمینه وجود دارد که حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم را حیات دنیوی میدونند. عموم مسلمانان حیات ایشون را یک حیات برزخی میدونند
حیات برزخی احکامش کاملا متفاوت هست با حیات در واقع دنیوی و احکامی رو که در زمانی که انسان زنده هست اون احکام برای کسی که مرده و در حیات اخروی هست، حیات برزخی هست، اون احکام وجود نداره. مثلا میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر واقعا زنده هستند، پس بنابراین امامت علی و امامت بقیه ائمه به چه معنی هست؟ زمانی که خود صاحب حق اصلی و نبی زمان زنده هست، پس بنابراین نیازی به جانشین نداره، نیازی به امام و 11 و 12 امام دیگر وجود نداره. اگر ایشون واقعا زنده بودن، زندگیشون یک زندگی دنیوی بود، باید در مسجد و در حرم خودشون بلند میشدن، خودشون نماز میخوندن. پس بنابراین اون کسانی که از دنیا رفتن حیاتشون یک حیات برزخی هست و در حیات برزخ مکلف نیستن و احکام اسلام فقط برای اون کسانی هست که در حیات زندگی هستند و مکلف به این احکام هستند. اما در مورد این دعایی که و در واقع درودی که فرسته میشه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته که در نماز خونده میشه، این یک نوع تعبد هست، یک نوع تعبد هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و این گونه بوده و بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و این گونه هست و ما در روایات داریم که این رو در واقع فرشتگان میرسانند به رسول الله صلی الله علیه و سلم. این وقتی که ما میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته یا السلام علی رسول الله یا صلی الله علی نبینا محمد، یا هر درودی که فرستاده میشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این رسول الله فرمودند هر کسی که بر من درود بفرستد فرشتگانی رو خداوند متعال موظف کرده که این درود و سلام رو به من میرسونند. و این دلیل بر این نمی شود که ما استغاثه بکنیم و طلب توسل بکنیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بحث درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیز دیگر هست، جداگانه هست، و بحث توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشون یک چیز دیگری هست که این نه از اصحاب رسول الله ثابت هست و نه از اهل بیت بزرگوار ایشون. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این بود که از نظر شرعی انسان متأهل تا چند وقت میتونه از همسرش دور بشه؟ در این زمینه در آیات و روایات یک زمان مشخصی تعیین نشده که حتما باید یک زمان مشخصی باشه که کمتر از اون یا بیشتر از اون در واقع ناجایز باشه. این برمیگرده به توافق خود زن و شوهر که با هم دیگه توافق بکنند و به هر مقداری رو که زن در واقع اجازه بدهد، راضی باشد، از حق خودش بگذارد، شوهر بتواند که دور از منزل یا در شهر یا کشور دیگر در واقع زندگی بکند برای کسب و کار. منتها در آثار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نقل شده که در زمان خودشون 4 ماه رو تعیین کردند. اینو به عنوان بخشنامه در آورده بودند و اعلام کرده بودند به کسانی که در جهاد هستند و همچنین کسانی که برای کسب و کار هم رفتن. حکمشون هم این است که تا 4 ماه میتونند حتی بدون اجازه همسرانشون در واقع دور از ایشون باقی بمانند. اما همون گونه که عرض کردم در این زمینه زمان مشخصی از در آیات و روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین نشده. این بستگی دارد به خود سلیقه اون زن و شوهر و رضایت و توافقی که در این زمینه در واقع باید داشته باشه. بله، جزاکم الله خیر. یعنی بعدی سوالش این بود که در این ایام کسانی هستن که زنجیر زنی میکنن، سینه زنی میکنن. خب این کار از نظر شرعی آیا جایز است یا نه؟ واقعیت این است که همون کسانی که تبلیغ میکنن زنجیر زنی رو یا قم زنی رو یا حتی سینه زنی رو، نوح خوانی رو، عاجز موندند از این که ثابت بکنند که یک روزی هم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه زنجیر زده باشه، سینه زده باشه یا محفل عزاداری رو برگزار کرده باشه. ما اهل سنت و الجماعت این افتخار رو داریم که اصلیمون برمیگرده به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعوت ما و فراخوان ما هم از تمام مسلمانان، اهم از اهل سنت و غیر اهل سنت، این است که ما بیاییم همان زندگی رو که رسول الله داشتند، هم در بعد به اصطلاح دنیویشون، هم در بعد معنویشون، در بعد عبادیشون، ما به همون زمان بر بگردیم. اعمالی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان تقرب انجام دادند یا اصحابیشون یا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به عنوان تقرب به درگاه
خانگاه الهی انجام دادن یا شعائر و مراسمی رو که ایشون داشتن در هنگام شادمانیشون یا در هنگام عزایشون، ما به همون زمان اکتفا بکنیم. اون چیزی که برای سیدنا علی، برای رسول الله، برای صحابه و برای اهل بیت دین بوده، اونها تقرب انجام دادن و تقرب جستن به وسیله اون، ما اون دین رو انجام بدیم، اون شاعر رو انجام بدیم. اما شاعری که از من درآوردی هست، خود به اصطلاح علما و مراجع تقلید برای منافع شخصیشون، برای منافع دنیویشون تدوین کردند یا تبلیغشون میکنند که در زمان علی نبوده، فکر نمیکنن حتی عقلای شیعه هم به اون راضی باشن. و ما قطعا میدونیم که بهترین دیانت و بهترین دینداری و بهترین ایمان و بهترین در واقع اسلام اونی بوده که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بوده. خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه عامل بر اون بودن. اون مراسم و اون در واقع وسایلی که در اون زمان ایشون به کار می بردن، اعمالی رو که انجام میدادن، ما دعوتمون این است که ما بر بگردیم به همون عمل و به ایمان و عقیده سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و این زنجیرزنی و سینه زنی و نوحه‌خوانی هایی که امروزه به وجود آمده، این حتی علمای شیعه هم اینو اعتراف دارند که در زمان سیدنا علی، در زمان رسول الله، برای بزرگان صحابه، برای بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کسی از بزرگان اهل بیت، نه رسول الله و نه اهل بیت بعد از ایشون چنین مراسمی رو نداشتن. پس بنابراین اون چیزی که برای علی و اهل بیت و برای رسول الله دین نبوده، امروز برای ما دین هم نیست و نباید اینو به عنوان یک عبادت و مراسم دینی تلقی بکنیم و امید ثوابی رو در این زمینه نباید داشته باشیم. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده سوالشون در مورد رهن است که گفتن خونه دارم و خونم را به صورت کامل رهن دادم بدون اینکه کرایه ماهانه بگیرم. آیا این حکمش نظر شرعی چیست؟ مفهوم رهن که در شریعت اسلامی اومده کاملا مغایر با این مفهومی هست که امروزه در ایران متاسفانه رواج داره و اینو رهن میگوین. اینی که عملی که ایشون انجام دادن رهن نیست و نمیشه اسمشو گذاشت که رهن. رهن یعنی این که شما از من یک طلبی رو دارید، یک قرضی رو در واقع از من میخواهید، مالی از من طلبکار هستید، یک نوع تضمینی باشه که من این مال شما رو، حق شما رو به شما برگردانم. یک چیزی رو از من به عنوان گرو میگیرید، به عنوان رهن میگیرید که اگر حق ما رو پرداخت کردید، این مال شما رو، این زمین شما رو، ماشین شما رو یا هر مورد دیگری که باشه به شما برمیگردم، وگرنه این تضمین باشه برای اینکه حق من دوباره به من برسه. این مفهوم اصلی رهن هست در شریعت اسلامی و استفاده از رهن به هیچ عنوان جایز نیست. پس بنابراین اون چیزی که امروزه در ایران رواج داره به عنوان رهن، اینو نمیشه که اون معنی اصلی رهن نیست و رهن شرعی هم حساب نمیشه. این عملی که این بینندمون انجام داده، این در واقع قرض هست. یک قرضی رو گرفتن از اون صاحب، از مستاجر خودشون به هر مقداری که باشه، الان اسمشو گذاشتن رهن. و خصوصا زمانی که بدون کرایه باشه، یعنی یک رهنی رو گرفتن در وسط، در مقابلشون خانه خودشون رو، منزل خودشون رو در اختیار اون مستاجر قرار دادن که از اون استفاده بکنن. در مقابل چی؟ یک اجاره ماهانه نیست که با هم توافق کرده باشند که اجاره ماهانه‌ای باید پرداخت بکنند، یا این از همون رهنی که مثلا تحویل گرفته به اصطلاح که رواج داره از اون کم بکنن ماهیانه، یا کل مثلا اجاره چندین سال رو یک جا داشته باشه که اون صاحب منزل اجازه داشته باشه از نظر شرعی که از اون مال استفاده بکنه. چون این صورتی در این رهن وجود نداره و این رهن یک رهن غیر شرعی هست و این در واقع یک نوع قرضی هست که قرضی رو گرفته از یک کسی، در مقابل اون کسی که قرض رو داده داره استفاده میکند. یا به تعبیر فقها که در این زمینه قاعده رو دارن، کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرضی که به کسی دادی که از به خاطر این قرض شما یک منفعتی رو دارید برداشت میکنید، این در واقع ربا هست. یعنی این که صاحب قرض، یعنی اون کسی که مستاجر هست، قرضی رو داده به صاحب منزل و در مقابل این که یک احسانی رو کرده و این قرض رو داده، یا به تعبیر که امروزی که رهنی رو داده به صاحب خانه، در عوض استفاده میکنند از این منزل. آیا راهکردی هم هست برای حل این مشکل؟ از نظر شرعی اگر بخوان اینو تکلیف شرعی بکنند، یعنی با موارد شرعی اینو بگونه عمل بکنند که سازگار باشه، بهترین صورتش این است که از یک طرفی مثلا صاحب منزل میخواد یه مبلغ زیادی رو امروزه در اختیار داشته باشه، از مستاجر بگیره که بتونه از اون استفاده بکنه و مستاجر هم میخواد یه منزلی رو در اون داشته باشه که در اون در واقع سکونت بکنه. بهترین راهش این است که اینا توافق بکنند با هم دیگر، کرایه ماهانه و اجاره منزل
منزل مشخص باشه. به طور مثال ماهیانه این منزل 100,000 هم اجارهش هست، من میخوام 5 سال اینو با شما قرارداد میبندم، 5 سال مثلا به طور مثال قرارداد باشه، مبلغی رو که به عنوان رهن میخواد بگیره اون رو تقسیم میکنم در این ماها یا مجموع این ماها رو جمع بکنم، میگه این مبلغ میشود کل کرایه چندین سال رو که با هم قرارداد بستن یک جا تحویل بگیرن. این از نظر شرعی هیچ گونه مشکلی رو نداره، کاملا جایز هست و برای صاحب منزل هم جایز هست که از اون مال و از اون در واقع پولی که امروزه به عنوان رهن گرفته میشه، اجاره‌ای که گرفته، کاملا استفاده بکنه و این محظوریت شرعی و ممنوعیت شرعی رو هم در اون در واقع وجود نخواهد داشت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشان این است که چرا شیعیان فاتح ایران عمر را قبول ندارند؟ اینو باید از خود شیعه پرسید که چرا عمر را یا هر کسی دیگر را، تنها عمر نیست که قبول ندارن، کدام یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را که نقشی داشته در واقع گسترش اسلام، شیعه اون قبول دارن. در گسترش اسلام بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتراف تاریخ، حتی دشمنان اسلام، اون کسانی که دشمن اسلام هستند، اصلا مسلمان نیستند، اعتراف کردن به این که کسانی که در گسترش اسلام نقش داشتن حضرت ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده. بعد از سیدنا علی رضی الله عنه بنی امیه خیلی نقش‌های به اصطلاح بارزی رو داشتن در گسترش اسلام و در فتوحاتی که در زمان اونها بوده. حتی بنی عباس هم این گونه بودن. الان این سوال رو شیعه باید پاسخ بدن، چرا با کسانی که اسلام رو منتشر کردند در واقع ناسازگاری دارند و اونها رو دشمن خودشون قرار میدن؟ من گمان نمی کنم کسانی که ولا و برایشون به خاطر اسلام باشه، به خاطر دین باشه، به خاطر خدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، بیایند و بتوانند با کسانی که به خاطر الله و رسول الله و دین خدا و رسول رو در دنیا منتشر کردند بتوانند دشمنی بکنند یا اونها رو مورد لعن و نفرین قرار بدن. تمام اینها زاییده افکار و خرافات و بدعاتی هست که متاسفانه در طول تاریخ علمای شیعه تونستند که تزریق بکنند به جامعه اسلامی و این باور را در قلوب بسیاری از شیعیان ساده‌لوح و ساده اندیش در واقع تزریق بکنند که این هیچ گونه جایگاهی رو در اسلام نداره. اگر اسلام امروزه به ایران رسیده، به نقاط مختلف دنیا رسیده، تمام اینها به ذریعه تلاش‌های ابوبکر و عمر و عثمان و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و در این زمینه، یعنی در صورت برای کشورگشایی و فتوحات اسلامی می‌بینیم که در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی به خاطر اختلافات داخلی بود در زمان ایشان، می‌بینیم که هیچ گونه ترقی و پیشرفتی در زمان ایشان در این زمینه حاصل نشده. بله. و حتی دشمنان نیز چشم طمع داشتن برای گرفتن بعضی از سرزمین ها، مثل اینکه روم به قسمت های حمله می‌کرد. بیننده بعدی سوالشون این است یا مسئلهشون این است که اهل افغانستان بودن و گفتن که چند سال پیش میخواستم برم ایران، خانمم قرآن آورد و گفت که نرو. بعد خانمم فوت کرده و از عالم پرسیدم که چیکار کنم، عالم میگفت که 500 افغانی بده و برو، یعنی به عنوان صدقه بده برو. بعد در ایران نیز پولم به سرقت رفت. حالا این قضیه به چه صورت میاد؟ در مورد گرفتن فال از قرآن، در من سوالشون در مورد این بود که فال گرفتن از قرآن رو باز میکنن، فال میگیرند که این کار رو انجام بدن یا این کار رو انجام ندن. این فال یک فال ناشرعی هست، غیر شرعی و غیر مشروعی هست و چنین فالی رو ما در اسلام نداریم که قرآن رو باز بکنند و بگند که مثلا فلان آیه به شما این توصیه رو کرده که این کار رو انجام بدید یا این کار رو انجام ندید. چون این فالی در واقع وجود نداره و بدشگونی هم در دین مبین اسلام چنین جایگاهی رو نداره و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین موارد رو کاملا رد کردن. در زمان جاهلیت از در واقع نوع پرندگان فال می گرفتند یا اگر این پرنده به سمت راست میرفت یا چپ میرفت اینو به فال خیر یا فال بد میگرفتن که تمام اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم نفی کردن، چون این چیزی وجود نداره. پس بنابراین ایشون نباید وسواس داشته باشند. این عملی که ایشون انجام دادن، یعنی فالی قرآنی گرفتن، هیچ گونه تأثیری در سرنوشت ایشون نداشته که به خاطر اینکه شما از این سوالشون اینجوری بود که
طرف میخواد از به صورت فال استفاده بکنه و بخواد که فال بگیره تا اینکه مشکل حل بکنه، یا اینکه خود بخود یعنی به عنوان آیه قرآن استفاده میکرد؟ نه، ایشون میگفتند که قرآن را باز کردند، خانمم گفته که نرو، این سفر برای شما مبارک نیست و به اصطلاح فال بدی در اومده و الان به چه صورتی اینو برخلاف این فال عمل کردند و رفتن به ایران و دوچار این شدند که مال هم باختند و موارد دیگر. من همین عرض کردم که این موارد شرعی نیست، این فالشون فال اشتباهی است و هیچ گونه تأثیری رو در آینده زندگی ایشون نداره که مالیشون رو به سرقت بردند یا مصیبتی بر سرشون اومده. این به خاطر اون فال در واقع نیست. این خودش یعنی تقدیر الله متعال بوده که این مصیبت ها بر سر شما بیاد. این هیچ گونه نقشی رو و هیچ گونه ارتباطی رو به باز کردن قرآن نداره و خود این نوع فال گرفتن از قرآن کریم که اینو قرآن رو باز بکنند و این گونه فال بگیرند، همون گونه که عرض کردن، این فال نامشروعی هست و جایز هم نیست. بهترین راه حل هم استخاره است که رسول الله صلی الله علیه و بله، اون چیزی که برای رسول الله صلی الله علیه و تدوین کردن برای مسلمانان این است که انسان باید استخاره بکنه قبل از این کاری رو انجام بده. استخاره بکنه. استخاره هم روشش این است که قبل از این که عملی رو انجام بده 2 رکعت نماز بخونه غیر از نماز فرض، یعنی 2 رکعت نماز سنت یا نماز نفل رو بخوند. بعد از این 2 رکعت دعا بکنه: اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم الی آخر دعایی که هست و مفهومش این است که دعا بکنه خدایا من از علم تو علم میطلبم، از قدرت تو قدرت میطلبم. اگر این کار به صلاح من هست در دین من، در دنیای من، آخرت من، این کار رو برای من میسر بکن و مرا موفق بکن به این کار خدایا. اگر این کار به صلاح دین و دنیا و آخرت و عاقبت من نیست، این کار رو از من منصرف بکن و مرا از این کارم منصرف بکن و خیر و عافیت رو هر جا هست برای من مقدر بکن. بعد از این هر چیزی رو که تصمیمی رو که گرفت ان شاء الله تصمیم خیری خواهد بود و موفق خواهد شد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد یک از آیه های سوره زخرف بود که خواستن که توضیح در مورد این آیه‌ای که اشاره کردن بدیم. بفرمایید. این آیه‌ای که ایشون اشاره کردن ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه که در سوره زخرف ایشون اشاره کردن. این برداشت ایشون این بود که در واقع یعنی چگونه ممکن است که ما به خاطر مسلمان بودنمون دچار تنگنا بشیم، دچار به اصطلاح کمبود باشیم در دنیای خودمون یا به خاطر مال و ثروتمون کم باشه. منظور این آیه در واقع این مطلبی نیست که ایشون برداشت کردن. در این آیه الله متعال در واقع میخواد که بی اهمیت بودن دنیا رو و بی ارزش بودن دنیا رو در واقع بیان بکنه که الله متعال دنیا رو به همه کس میدهد، هم کسانی که دوست خدایند و هم کسانی که دشمن خداوند متعال هستند. همه رو الله متعال از این نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های دنیوی رو الله متعال به اونها داده و در این آیه خداوند متعال میفرماند که اگر بیم این نبود که مردم دچار کفر بشند، یعنی مردم به گرایش به کفر پیدا بکنند، الله متعال کافران رو حتی بیشتر از این هم میداد، حتی بیشتر از این هم خداوند متعال به کافران رو میداد. و در جای روایت دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که الله متعال نقل میکند که اگر دنیا نزد الله متعال به اندازه یک پر مگس و پشی هم ارزش میداد، به کافران الله متعال حتی یک لیوان آب هم نمیداد. این نشان این است که این که اگر در دنیا کسی مال و ثروت داشته باشد، این نشانه این نیست که فلانی نزد الله متعال محبوب هست یا الله متعال در واقع فردی رو دوست دارد که به این همه نعمت رو داده. نعمت و مال دنیا رو الله متعال هم به مسلمان میدهد و هم به کافر میدهد و این در واقع بستگی دارد به نوع و تلاش هر انسانی که بنابر نوامیس در واقع که و سنت هایی که خداوند متعال در دنیا گذاشته، هر کسی تلاش بیشتری بکند، هر کسی ابتکار بیشتری رو داشته باشد و توانایی بیشتری رو داشته باشد، میتواند مال و ثروت دنیا رو بیشتر در واقع کسب بکند و این نشانه محبت نیست. و هر کسی رو هم الله متعال بهش زندگی تنگی هست، رزقش منحصر و محدود هست، این هم نشانه این نیست که الله متعال اون کسانی رو که مال دنیای چندان به اونها نداده اینها مورد رضایت الله متعال نیستن. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که شبها زیاد بیدار میشم، حالا آیا نماز بخونم بهتر است یا ذکر و صلوات انجام بدم؟
اصل بر این است که انسانی که بیدار می شود در هنگام شب لازم نیست که هر وقتی که بیدار شد باید بلند بشود و نماز بخواند، اما خواندن نماز سحر توصیه شده در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعو و روش صالحین بوده که در هنگام شب یک پاسی از شب رو در واقع برمی‌خواستند و این عبادت و نماز تهجد رو انجام میدادند. اگر ایشون بتوانند بلند بشوند، وضو بگیرند و عبادت بکنند، نماز تهجد بخوانند که این نور علی نور هست و بهترین کاری هست که ایشون میتوانند انجام بدن. اما در هنگامی که انسان بیدار می شود و شاید وقت بیدار شدن نیست، وقت این نیست که بلند بشود و نماز بخواند، هنوز تا سحر وقت زیادی رو مونده، در این زمینه بهتر است که ایشون دعای استغفار بخوانند، اونگونه که در روایت اومده وقتی که انسانی از در پاسی از شب بیدار می شود و در وقتی که بیدار شد دعا می کند که پروردگار گناهان ما را ببخش، الله متعال انشالله گناهان چنین شخصی را میبخشد. همون دعا و استغفاری که ایشون میکنن این در واقع هم مسنون هست که این کار را انجام بدند و اگر تونستن نهایتا قبل از فجر بلند بشوند و نماز تهجد بخوانند که این در واقع یک عبادت جداگانه و مستقلی است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که 2 سال داشتن، سال اولشون این بود که آیا مذهب ظاهری وجود دارد و از نظر اسلامی چه حکمی دارد؟ مذهب ظاهری برمیگرده به نوع اجتهادی که در واقع در اصحاب این مذهب داشتن. البته اینو عرض بکنم که امروزه به عنوان یک مذهب در میان مذاهب منتسب به اسلام در واقع مذهبی به عنوان مذهب ظاهری وجود ندارد که پیروانی داشته باشد، ائمه‌ای داشته باشد. بله، مذهبی به عنوان مذهب ظاهری وجود ندارد. بنیانگذار این مذهب داوود ابن علی بوده که معروف از داوود ابن علی اصفهانی که اهل اصفهان بوده و 2 شخصیت در مذهب ظاهری بسیار مشهور و معروف هستند. اولین خود بنیانگذارش است که داوود ابن علی اصفهانی بوده و دومیش علامه ابن حزم اندلسی هست که معروف بودند که و نوع گرایش اینها و نگرششون در واقع به نصوص شرعی این بوده که ظاهر نصوص رو بیشتر اعمال میکردن، یعنی مخالف قیاس بودند و ظاهر نص، هر چیزی رو که از ظاهر نص و ظاهر آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشت میشد بیشتر به اون در واقع عمل میکردند و بدین خاطر این مذهب معروف شده به مذهب ظاهری، یعنی فقط به ظاهر نصوص در واقع نگاه میکردن و این روش از دیدگاه عموم اهل سنت و علمای اسلام در واقع یک روش نامناسبی بوده و مورد تایید نبوده که فقط ظاهریه باشند، یعنی ظاهر آیات و روایات رو ببینند، زیرا که در برخی از موارد میبینیم که تعبیرهایی که وجود داره یک تعبیری هست که انسان نمیتواند تنها به ظاهر اون تعبیر یا فقط به اون مورد نص در واقع اکتفا بکنه، بلکه این موارد رو در واقع به خاطر اتحاد علت در واقع به موارد دیگر هم تعمیم دادند احکام رو. جزاکم الله خیر. و سوال بعدی این بیننده نیز این بود که در مذهب امام مالک و امام احمد بن حنبل چه کتاب‌هایی نوشته شده است؟ بله، مذهب امام مالک رحمت الله علیه که یکی از مذاهب اربعه هست و صاحب این مذهب امام مالک ابن انس رحمت الله علیه هستند. در هر مذهبی کتاب‌های فقهی در واقع دوران متفاوت در طول تاریخ کتاب‌های مختلفی نوشته شده. معروف‌ترین کتاب‌هایی که در مذهب امام مالک رحمت الله علیه هستند کتاب بدایت المجتهد هست که ابن رشد هست که معروف است به ابن رشد حفید در واقع، و همچنین حاشیه دسوقی که حاشیه هست در واقع یک شرحی بر الشرح الکبیر هست، و همچنین کتاب المدونه که مال خود امام مالک رحمت الله علیه هست، و همچنین کتاب مواهب الجلیل که یکی از کتابها و متون فقهی در مذهب امام مالک هست. و در مذهب امام احمد ابن حنبل بیشتر کتاب‌های ابن قدامه معروف هست، مانند کتاب المغنی که این کتاب در واقع فراتر از مذهب حنبلی در واقع یک موسوعه فقهی هست که تمام مذاهب را در واقع مورد بررسی قرار داده، و همچنین کتاب کشاف القنا هست که برگرفته از متن اقناع که مال بهوتی هست، و همچنین کتاب روز المربع هست که باز هم مال بهوتی هست، و کتاب المقنع ابن قدامه، و همچنین الکافی فی فقه احمد که باز هم مال
های ابن قدامه هست، اینا معروف ترین کتاب هایی است که در مذهب امام مالک و مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نوشته شدن. در اعصار بعدی و حتی در زمان معاصر هم کتاب هایی در فقه، تمام فقه، فقه مالکی، حنبلی و شافعی و حنفی، در همه فقه هم نگاشته شده. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این بود که گفتن خودم سنی هستم و خانمم شیعه است و مدتی است که با هم زندگی میکنیم و هیچ مشکل نداریم، حتی صاحب فرزند نیز شده ایم. حالا از نظر شرعی میگه این زندگی چه صورت؟ ما دعا میکنیم که این عزیزانمون همون گونه که تا حالا مشکلی رو نداشتند، انشالله در زندگی خودشون هیچ مشکلی رو نداشتند، به قول عامیانه خودمون به پای هم پیر بشوند، خوشبخت بشوند زندگیشون و زندگی اونا هیچ گونه اشکالی از نظر شرعی ندارد و کاملا با همدیگر بر همدیگر حلال هستند زندگیشون و این ازدواجشون یک ازدواج کاملا شرعی هست. و ما بارها اینو گفتیم که ازدواج شیعه و سنی تفاوتی رو نداره که زن شیعه باشه یا مرد شیعه باشه، هر گونه که باشه از نظر اصلی و اساسی این جایز هست، زیرا که همه مسلمان هستند و کلمه گوی لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پس بنابراین این ازدواجشون هیچ گونه مشکلی رو نداره، چه اون کسی که این عقد ازدواج رو بسته و خطبه رو خونده یک آخوند شیعه باشه یا یک در واقع عالم سنی باشه، هیچ گونه تأثیر رو نداره، همه جایز هست و عقدشون منعقد شده و زندگیشون یک زندگی شرعی هست و ما هم دعا میکنیم که انشالله در زندگی خودشون کاملا موفق باشن. منتها ما همیشه توصیه کردیم که اگر یک شخصی مطمئن نیست که با یک زن شیعه یا به یک شوهر شیعه میتونه موفق باشه، زندگی خوشبختی رو میتونن داشته باشند، آیا با هم دیگر میتونن کنار هم در واقع زندگی بکنند، میتونن به اعتقادات هم دیگر احترام بگذارند یا میتونن که موفق باشند. اگر واقعا نمیتونند پس ما توصیه میکنیم چنین ازدواجی صورت نگیرد. اما عملا اگر واقعا هر دو تا معتدل باشند، در کنار همدیگر دارن زندگی میکنند، مشکلی رو ندارن، همدیگر رو تحمل میکنند و در تربیت فرزندانشون هم مشکلی پیش نمیاد، ما هیچ گونه ممانعتی وجود نداره و لزومی هم نیست که از همدیگر در واقع جدا بشند. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی یک سوالی کردن که بالاخره من سوالشو اینجوری متوجه شدم که گفتن مگه شیعه چه کار کرده که شما دارین از مذهب خود دفاع میکنید؟ این سوالشون به این صورت با تقریبا ما در واقع بحث ما روی شیعه نیست، یعنی هدف ما این نیست که حمله به شیعه باشد یا اینکه برای ما مهم نیست که یعنی شیعه چی میگوید یا اینکه میخواد چه کاری رو انجام بده. شیعه کاملا آزاد هست، هر چیزی رو که میخوان عمل بکنند آزاد هستند، از هر کسی که میخوان اتباع پیروی بکنند آزاد هستند، از هر کسی که و از هر مرجع تقلیدی که میخوان تقلید بکنند آزاد هستند. ما وظیفه ما در اینجا اعلام حق هست، تبیین حق هست، برگرفته از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. از وظیفه ما و دعوت ما این است که آیات قرآن را تفسیر بکنیم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را بازگو بکنیم، سیره عملی رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای مردم بازگو بکنیم. اگر شیعه این رو به صلاح خودش نمیداند که قرآن رو ما بیان بکنیم، احادیث رسول الله رو بیان بکنیم، حقایق در واقع دین رو، حقایق سیره رسول الله و تاریخ اسلام رو بیان بکنیم، اگر این موارد را به خلاف خودشون میدونند، بر خلاف مصلحت خودشون میدونند، این سوال رو ما باید برعکس بکنیم که شیعه با اسلام چه مشکلی رو دارد که از بیان آیات قرآن و احادیث رسول الله و سیره رسول الله و ائمه بزرگوار اهل بیت در واقع هراس دارند. این سوال باید از شیعه پرسیده بشود که شما با اسلام، با قرآن و با سنت رسول الله و با اهل بیت رسول الله چه مشکلی رو دارید که در واقع این همه زاویه گرفتید و از بیان حق در واقع هراس دارید. ما وظیفه ما هست که آیات قرآن را و احادیث رسول الله را صلی الله علیه و سلم را بیان بکنیم، حقایقی رو که در طول تاریخ اسلام رخ داده برای مردم بیان بکنیم، شبهاتی را و که مواردی را که اعتراضاتی را که بر دین مبین اسلام، بر قرآن و احادیث رسول الله و مذهب و دین ما در واقع صورت گرفته، ما وظیفه شرعی داریم که اینو بیان بکنیم تا اینکه حق و حقیقت برای همه واضح و آشکار بشود. و ما معتقد هستیم که اگر حق و حقیقت از پنجره قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بشود و خود به خود اون افسانه ها و خرافات و بدعات و اون پیراهن‌ها که به دین مبین اسلام بستند در طول تاریخ خود به خود از بین
خواهد رفت و اون حق و حقیقت مانند آفتابی که تابان هست و همه جا رو تحت پوشش قرار میدهد، این حق و حقیقت هم انشالله به تمام مسلمانان و به تمام جهان انشالله خواهد رسید. انشالله. خسته نباشید جناب استاد و به پایان برنامه رسیدیم. منم از شما سپاسگزار هستم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. البته باید عذر بخواهم که گلوی من وضعیت مناسبی رو نداشته و شاید برای بینندگان که تحمل کردند این صدای در واقع سنگین ما رو من از همه تشکر میکنم و امیدوار هستم که الله متعال همه ما رو، اعم از شیعه و سنی رو، به راه قرآن و راه سنت رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت بکنند و ما رو در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند گردند. آمین. و ما هم از شما تشکر میکنیم که با وجود این مریضی که داشتین دوستان خود رو تنها رها نکردین و اومدین و به سوالهای دوستان و بینندگان پاسخ دادین. بینندگان عزیز، در اینجا به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.